سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند. درس 13 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترچنج بخش اینترو. در این کتاب ما و شما در یونیتی سوم یا بگیم قسم سوم مشق چهارم یعنی اکسرسایز 4 مشق چهارم قرار داریم. در یونیت سوم مشق چهارم و در این بخش pronunciation syllable stress. pronunciation یعنی تلفظ، طرز تلفظ. syllable گفته هجا را میگویند و استرس کشش، تنش، شدت به همین معناها می آید. اگر این را مقایسه با زبان روسی کنیم، کسانی که زبان روسی را خوب میفهمند، اودارنیا میتوان ترجمه کرد اودارنیا. یعنی در زبان روسی اگر همون خدشه که یعنی در بالای بعضی حرفا می آید، یعنی در کدام هجایی که آید همون هجا کمی دراز کشیده می شود. یعنی در زبان انگلیسی این چنین نیست، اما از روی قاعده بگیم یا که از روی آموزش زبان یک معلومات مختصره میارد، اما مثل زبان روسی نیست که در کتاب های ابتدایی اون علامت را در بالای کلمه بگذارند. خب listen and practice notice the syllable stress. یعنی توجه کن به کشش هجاها، یعنی کدام هجا زیادتر کشیده می شود. در زبان عربی اگر مقایسه کنیم مد، در زبان روسی اودارنیا، و زبان تاجیکی شاید هجای کمی دراز تلفظ میشدگی شاید ترجمه کنیم. البته این ترجمه دراز شد، اما هجایی که از همه زیاد کشیده می شود. اودارنیا را در زبان تاجیکی علامتی زده یعنی ترجمه میکنن. خب زیاد نمیداریم در قاعده های گراماتیکی. در اینجا یک دورچکی کلان هست و یک دورچکی خرد، یعنی مثل توپ یا که دورچه یا کلوله بگیم. یعنی دورچه یکم کلان است، پس هجا یکم دراز تلفظ کرده می شود. مثل اینکه China, China, Turkey, Turkey, Turkey. و در اینجا هجای دوم دراز کشیده می شود. Japan, 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 Brazil, 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 Canada, 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 Mexico, Mexico, Mexico. در اینجا هجایی که در مابین کلمه است وی درست تلفظ کرده می شود، درست تلفظ کرده می شود. Morocco, 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 Malaysia, 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 Malaysia. خب قسم B part B. What is the syllable stress in these words؟ یعنی در این کلمه های پایان را در نظر دارد. در این کلمه ها هجای زده یا هجایی که زیادتر تلفظ می شود کدام هجا هستند، یعنی کدام قسمت کلمه زیادتر کشش دارد. Add the words to the chart in part A. Then listen and check. یعنی همین کلمه ها رو در جدول بالاگی چکن اضافه کن و گوش کن و چکو کن، از سنجش بگذارن یا که تفتیش کن یا از نظر بگذارن. خب English, 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 English در اینجا است، یعنی هجای یکم دراز کشیده می شود. Mexico, Mexico, Mexican, Mexican, Mexican. اینجا سه هجا است و هجای یکم دراز کشیده می شود در اینجا. Spanish, 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 Spanish. دو هجا است، هجای اول دراز کشیده می شود، پس در اینجا.
خب هندوراس، هندوراس، هندوراس. در اینجا سه هیجا هست. هیجای بیننگی درست کشیده می شود. پس از این قسم است. Arabic، 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 Arabic. Arabic یعنی از سه هیجا عبارت است و هیجا یکم درست کشیده می شود در اینجا. Chinese، 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 Chinese. هیجای Chinese از دو هیجا عبارت است. هیجای آخران زیاد کشیده می شود. پس در اینجا. Korean، 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 Korean. Korean از سه هیجا عبارت است. پس در اینجا یعنی هیجای بیننگی زیاد کشیده می شود. Korean، Korean در اینجا. پرو، 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 پرو. پرو از دو هیجا عبارت است و هیجای آخرانگی زیاد کشیده می شود در اینجا. خب پارت سی، قسمی سه، گروپ ورک، کاری دسته جمعونه، کاری که در دسته انجام یابد. Are the words in part A countries, nationalities or languages؟ یعنی میگوید که کلمه هایی که در قسمی A هستند کشورها هستند یا ملیت هستند یا زبان ها هستند. یعنی همین ها رو در نظر دارد. البته اینها همهشون چی هستند؟ نامی کشورها هستند. پس می توانیم بگیم که اونها نامی کشورها هستند. Make a chart and add more words. میگه یک جدول بساز. make بساز. a chart جدول. جدول با معنای این یعنی یک قائمه، یک جدول، یک روی خط. add اضافه کن more words و کلمه های بیشتر را. then check your answers و سپس از سنجش بگذاران جوابهای خود را in the appendix at the back of the book. در فهرستی که در آخری همین کتاب است. یعنی در آخری همین کتاب یک فهرستی است به نام یعنی دولت ها، زبان ها، ملیت ها. یعنی منظور یک جدول بساز. پس ما در اینجا یک جدول ساختیم. syllable stress یعنی کشش هیجا. countries کشورها، دولت ها. خب در اینجا countries، country دولت می شود، کشور می شود، اما countries دولت ها می شود. یعنی country country انا این خیلی نوشته می شود. اما وقتی می خواهیم که جمع کنیم countries پس انا این خیلی countries. nationality، nationality ملیت می شود. شهروندی، ملیت یعنی شهروندی کدام کشور رو مطابقتی داری یا که در شهروندی کدام کشور هستی، یعنی شهروندی، ملیت. و این کلمه هم جمع است. شکل تنهایش nationality، nationality. شکل جمعش nationalities، nationalities، nationalities. خب language، language شکل تنهاش language و شکل جمع languages، languages. USA یا امریکا، یعنی امریکا نام کشور است، یا اینکه United States of America یعنی ایالات متحده آمریکا یا EMEA شکل اختصارش. و گاه امریکا یعنی امریکا نام کشور است، اما کسی که شهروند امریکا است اون رو امریکن میگویند. امریکن. چخیلی ما تاجیکستان نام کشور است و تاجیک نام ملیت من است، یعنی ملت. خب language یعنی زبانی همین دولت انگلیش است. انگلیش، انگلیش. کانادا، کانادین، کانادین. انگلیش، فرنچ. فرنچ یعنی فرانسوزی، زبانی فرانسوی. چاینا، چاینیز، چاینیز. خیتای،
خیتایی زبان خیتایی. Egypt Egyptian Egyptian Arabic یعنی مصر مصری و زبانی مصری یا زبانی عربی. England English English یعنی انگلند همون بریتانیای کبیر رو میگوین انگلیا بریتانیای کبیر و کسی که از بریتانیای کبیر است انگلیش میگوین انگلیش و زبانی اون کشورم زبانی انگلیش است یعنی زبانی انگلیسی یعنی انگلیا انگلیس و انگلیسی. فرانس فرانسه فرنچ فرانسوی یعنی شخصی فرانسوی فرنچ زبان فرانسوی. جرمنی جرمنی یعنی آلمان جرمن آلمانی یعنی شخصی آلمانی جرمن زبان آلمانی. راشا راشا روسیه راشن شهروندی روسیه یعنی روس راشن زبان روسی. ترکی ترکی یعنی ترکیه ترکیش هم ترکیش می شود هم ترک می شود. ترک یعنی شهروندی ترک و شهروندی ترکیه یعنی ترک ترکیش یعنی زبان ترکی. تاجیکستان تاجیکستان تاجیک 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 یعنی زبان تاجیکی. یعنی اینها بودن یک چند کشور همراهی ملیتشون شهروندیشون و همراهی زبان هاشون. خب میگذاریم به کتاب. Where are they from? اونها از کجا هستند؟ اونها از کجا هستند؟ Where are these people from? این مردم از کجا هستند؟ Check your guesses. یعنی علامتی درست بگذار تخمین کرده هایت را. یعنی guess تخمین می شود guesses تخمین ها. یعنی اون چی تخمین میکنی گمان میکنی که فلان آدم از فلان کشور است پس یک علامت بگذار. مثلا این دختر از کجا است یعنی برزیل کلمبیا مکزیک اینها رو علامت بگذار. خوب اینها رو کسی شناسد میتواند که علامت بگذارد اما کسی نشناسد خیلی تخمین میزند. فکر میکنم در اینجا جوابهاش باید باشه. در اینجا answers یعنی جواب ها answers جواب ها. یکم مکزیکا 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 این دختر از مکزیک بوده است. دوم ساوث افریقا ساوث افریقا این از امریکای جنوبی بوده است امریکای جنوبی. و ژاپن سوم این هیدئو نومو از چی بوده است ژاپن از ژاپن بوده است. و چهارم کانادا 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 این دختر سلین دیون از کانادا بوده است. پنجم the US یعنی the United States of America یا که the United USA یعنی ایالات متحده آمریکا. این پسر این مرد تایگر وودز از امریکا بوده است. Group work compare your guesses then check your answers at the bottom of the page. یعنی میگوید مقایسه کن آن چیزی رو که تو جواب دادی تخمین کردی سپس جوابهایت رو از نظر بگذارون یعنی تفتیش کن سنجش کن با جوابهایی که در پایانی همین صحیفه است یعنی همین ها رو در نظر دارد همین هایی که الان خواندیم. Is Thalia from Brazil? No, she's not. Is she from Colombia? Is she from Colombia? یعنی سوال و جواب. Group work گفت در اینجا یعنی کاری که در دسته انجام می‌یابد. مشقی ششم exercise 6 conversation گفتگو. He's cute گفته وای زیبا است وای خوش‌اندام است. Listen and practice
اما جیل، صحبت در بین جیل و اما می رود. who's that who's that اصل این جمله who is that است. who's that he's my brother وای برادری من است. یعنی در اینجا آلبوم رو تماشا دارن، یعنی رسمه های شاید اویلوی رو، و دوگانه‌اش میپرسد که این کی است، میگوید این برادر من است. و دوگانه‌اش میگوید واو he's cute what's his name. اوه عجیبات، وای خیلی خوشندام است، وای خیلی زیبا است. نامی وای چیست؟ what's his name. نامی وای چیست؟ جیمز. میگوید نامش جیمز است. we call him Jim. نامش جیمز است اما ما وای رو جیم صدا میکنیم. جیم. oh how old is he. وای چند سال دارد؟ چند ساله است؟ he's 21 years old. he's 21 years old. وای 21 ساله است، 21 سال دارد. what's he like. what's he like. در اینجا what's he like به معنای وای چه خیل است، یعنی وای چه خیل است به معنای اینکه یعنی خوشرو است، بزیب است، خوب است، بد است، دانا است، بسواد است، یعنی وصف، درباره وصف است. یعنی وای چه خیل است، وای چگونه انسان است، یعنی منظور چگونه انسان است. what's he like وای چگونه انسان است. I bet he's nice. I bet یعنی بگمانم، تخمین میزنم، یعنی بگمانم خوب است. یعنی هم سوال کرده است هم نیمه جواب داده است. یعنی میگوید وای چگونه انسان است، فکر میکنم انسانی خوب است. یعنی he's nice یعنی وای خوب است. yes he is. و در اینجا جیل میگوید بله وای خوب است، یعنی he is یعنی وای است، یعنی وای خوب است. and he's very smart too. وای خیلی دانا است، خیلی زیرک است. and who's that. و وای کیست؟ my sister Tammy. یعنی خواهر من تامی. she's only 12. وای تنها 20 ساله است، یعنی وای فقط 20 ساله است. در زبان تاجیکی چونین نمیگوین وای فقط 20 ساله است. یعنی در زبان تاجیکی یک عبارت دیگه است که میگوین وای نو 12 ساله شد. وای نو 12 ساله شد. she is the baby of the family. وای از وای کودکی این عائله است، یعنی وای خردسال این عائله است. در زبان تاجیکی خیلی ترجمه نمیکنن، اما یک عباره خوب دیگه هم هست که میگن وای کنجگی خانه است، یعنی از همه کودکی مایده رو کنجگی میگن. یعنی خب exercise 7 مشق هفتم numbers and ages. numbers and ages یعنی رقم ها و سین و سال. age سین و سال میشه، s جمع است یعنی سین و سال ها. lesson and practice. این رقم ها را ما و شما در درس های پیشین گرفته ایم، اگر در خاطر داشته باشید. در درسی چندم بود؟ درسی هفتم. یعنی شما میتوانید از روی این یک بار دیگه بینید یا با ویدیوی درسی هفتم مراجعت کنید. خب اما یک بار دیگر میخونیم. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102 103. Listen, practice, notice the word stress. یعنی گوش کن و تمرین کن، توجه ده، دقت ده به کلمه هایی که کشش دارن، یعنی یک کمی زیادتر کشیده میشن بعضی از قسم اون کلمه ها. مثلا 13 13 میشود، اما 30 30 میشود. 14 14 میشود، اما 40 40 40 میشود. 15
50 می شود، 15 می شود، اما 50 50 می شود. 16 16 60 60. Group work. How old are the people in exercise 5؟ یعنی مردمی که در مشق 5 هستند چند ساله هستند؟ چند ساله هستند اون مردمی که در مشق 5 هستند، یعنی در مشق 5 گذشت. مثلا write down your guesses then compare، یعنی بنویس آنچه که تخمین میکنی سپس مقایسه کن. How old is Thalia? How old is Thalia? I think she's 20 years old. یعنی ثالیا چند ساله است؟ من فکر میکنم. I think من فکر میکنم. من فکر میکنم وای 20 ساله است. Really? I think she's 25. Really یعنی واقعا من فکر میکنم وای 25 ساله است. در اینجا درس امروزه رو خاتمه میدیم، به خاطر کمی زیادتر شد وقت، یعنی دقیقه ویدیو کمتر زیادتر شد. خب در درس های آینده باز دوام میدیم. این بود درسی 13 از کتاب اینترچنج بخش اینترو. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری شما.